الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، أو الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. د نور تلویزیون ټولو ښاغلو لیدونکو ته او خصوصا د پاسخ نور د خپرونې د برنامې ټولو شایقینو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هم وایم. په دې هیله چې لوی اختر مو تر دې دمه په خیر را رسولی وي او د صحت جامې مو په تن وي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاسخ نور خپرونه کې موږ نیم ساعت موضوع لرو، یعنی د برنامې دوه حصې دي. یو حصه موږ موضوع بیانوو او د موضوع باندې لږ روشنایي اچوو، او نیمه حصه نوره بیا سوالاتو جواباتو ته ځانګړې شوې ده. او که چېرته سوالات او جوابات ستاسو وي په ذهن کې وي، نو د تلویزیون شماره د تلویزیون پرده باندې لیکلی شوې ده، نو کولی شي تاسو په فارسی ژبه هم جواب ترلاسه کوي. اگر شما به زبان پشتو مشکل داری، با زبان فارسی شما میتونین سوالتان مطرح کنی و انشاءالله جوابتان به زبان فارسی میشوه. و اگر تاسو چیرته په پښتو ژبه باندې سوال کوئ، په پښتو ژبه انشاءالله تاسو ته جواب کیږي انشاءالله العزیز. موضوع زمونږ انشاءالله د تلویزیون پرده باندې هم به لیکل شوی وي. موضوع زمونږ د جامعې نه د یو کور نه فقر د منځه وړل کوم اسباب دي چې د جامعې نه د فقر نه د کوم کور نه فقر له منځه ویسو، کوم کور څنګه کوی شي چې مالداره شي. دا زمونږ زیر بحث مسئله ده. ای بسیار مهمترین مسئله است، چرا دنیا یک دنیای پیسه پول و دنیا مالداری اسی بد نیست. چنان که من در اول برتان گفتم، شعر مولانا روح رحمه الله سو مبارک می فرماید چیست دنیا؟ سوال میکنه، میگه ای فرزند دنیا چی است؟ باز جوابش خودش میته مولانا سے مبارک که از خدا غافل شدن. دنیا از خدا غافل شدن دنیا است، یعنی از خدا تو غافل باشی ای دنیا است. نی قماش و نقره و فرزند و زن، کالای خوب، نقره، طلا، ذهب، فرزند، یک دو سه چند فرزند یا زنها داشته باشی، این دنیا نیست. دنیا که است، دنیا که بد دنیا است، از خدا غافل شدن است. که تو از خداوند متعال غافل باشی، امی دنیا بد است. ورنه دنیا خودش بد نیست. چرا؟ که تو دنیا داشته باشی، پول داشته باشی، مالدار باشی، میتونی که صدقات بکنی، میتونی که از گناه خدا نگاه کنی، میتونی که یک فقیر، یک مسکین، یک بیوه، یک یتیم را سرپرستی بگیری، اونها را کمک کنی. دیگه دنیا خودش که پیسه و پول و زن و اولاد، اینی دنیا نیست، این بد دنیا نیست. بدترین دنیا آن است که از خدا غافل شدن. تو از خدا غافل شده باشی، نماز را نمیخوانی، تو زکات را نمیتی، تو از خدا نافرمانی میکنی، امی دنیا است. مولانا سے مبارک می فرمایا. دیگه ما انشاءالله تعالی با امی موضوع کمی روشنایی مندازیم و اگر شما کدام سوال مربوط موضوع یا مربوط غیر موضوع داشته باشی با زبان فارسی یا با زبان پشتو، انشاءالله ما جواب خواهیم کرد. میایم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی سے مبارک چند فرموده کده و حضرت علی رضی الله تعالی عنه باز به دیگه مردم فرموده کده که کدام اسبابی است که انسان را فقیر میکنه،
کدام اسبابی است که فقر را از جامعه یا از کدام خانه از بین میبره. با امو موضوعات با امو اسباب انشالله ما امو اسباب براتان بیان میکنیم، شما هم خودتان نوت کنیم و عمل بکنیم. چرا اگر ما بشنویم و عمل نکنیم هیچ فایده نداره، نه شنویدن فایده داره و نه دیگه. که ما بشنویم و عمل بکنیم ان شاء الله تعالی در زندگی ما تغییر مثبت ان شاء الله الله تعالی میاره. سعی کنیم امسال مردم قربانی کردن، ما همگی ما و شما اشتیاق قربانی داشتیم که کاش ما پیسه می داشتیم ما هم قربانی بکنیم، ولی کسی که پیسه می داشتن اونها قربانی کردن، پولدار و مالدار بودن. ولی کسی که پیسه نداشتن، پولدار و مالدار نبودن، اونها هم اشتیاق داشت که کاش قربانی بکنم. اگر تو پولدار و مالدار و پیسه دار بودی خود تو هم میکردی، ثواب از این ثواب محروم نمیشدی. ان شاء الله ای هم چانس است، عالم برای چانس است بر ما و شما. اگر اینی اسباب ما برای امروز بیان کردم عمل بکنید در این اسباب، الله تعالی تا سال آینده خداوند زندگی تغییری مثبت برات میاره. میتونی ان شاء الله تعالی که امید است که با سال آینده قربانی بکنی. دیگه دنیا خب بد نیست. اولین سبب که فقر را از بین میبره او زنا نکردن است. زنا ما چند قسم داریم: زنای گوش، زنای چشم و زنای جوارح. زنای چشم ای است که تو با زنانه غیر محرم ببینی، اونها هم ریشان روابط خراب داشته باشی، دیگه ای زنا تو را فقیر میکنه. و دیگه ای که زنای گوش است، تو موسیقی را نشنوی، گپای خراب را نبشنوی، که شنویدی تو فقیر میشی. میایم با سبب دوم، پیش از دو که سبب دوم بیان کنم برایتان یک سوال. احمد از کابل با تماس شده، میبینیم که چی سوال داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشی، زنده باشی، مهربانی صاحب. زنده و سلامت باشی. همچون از طرف ما بر شما هم عید تبریک میگویم. مهربانی سوالتان بکنی. خب خب انشالله برنامه تاخیر تعقیب کو، سوالت انشالله جواب میشه. السلام علیکم و رحمت الله. دیگه اسبابی که کتابا بیان کرده بر ما و شما، من جمله حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، میگه صدقه است. این خود رسول صلی الله مبارک هم می فرماید، خود رب متعال در قرآن عظیم الشان می فرماید که صدقه از جامعه و از خانه فقر را از بین می بره. سعی کنین. الله تعالی می فرماید الشیطان یعیدکم الفقر. ما شما بگویم نه که ما پیسه ندارم چطور صدقه کنم، ما پولدار نیستم چطور صدقه کنم. یعنی الله می فرماید اگر باز ما شما میگیم اگر ما پیسه بتیم در زندگی ما تلخی میآید، فقیر میشیم، غریب میشیم، پیسه ما کم میشه. الله در قرآن عظیم الشان جواب داده که نه، الشیطان یعدکم الفقر. این شیطان است که بر شما وعده فقر میده که شما صدقات نکنی او شما خیرات نکنی که باز فقیر میشی. و یأمرکم بالفحشاء، و بر شما امر بدی میکنه شیطان که بد کار بکو، صدقه نکو، کار نیک نکو. اگر تو هیچ چیز پیسه نداری، هیچ پول نداری، باز رسول صلی الله مبارک میفرماید که گپ سخن نیک امیم صدقه است. پیسه نداری، پول نداری، مال نداری، گپ یا سخن نیک بزن، امی صدقه است. با همین نیک سخن که تو بزنی با یک مسلمان برادرت، انشاءالله تعالی در زندگیت الله تعالی فقر از بین میبره. این صدقه بهترین چیز است. سعی کن رسول صلی الله مبارک میفرماید که الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه غضب پروردگار تو خاموش میکنه، قهر پروردگار تو خاموش میکنه. وقتی که الله از تو راضی باشه دنیا برات آسان میکنه، دنیا دارت هم میکنه، از آخرت هم میبری، دنیا را میبری آخرت هم. اگر که الله تعالی خفا و غضب باشه باز در دنیا هم تو ناکام هستی، در آخرت هم ناکام هستی.
دیگه دوم سبب صدقه است که باید صدقه بکنیم که فقر از جامعه و خانه ما از بین بره. سیوم سبب الاکل جنوبا. کتابا نوشته میکنه که خوراک در حالت جنابت یک مرض بسیار کلان است. در حالت جنابت خوراک کردن امی فقر زیاد میکنه. تو در حالت جنابت خوراک کردی فقرت زیاد میکنه. تو باید از در حالت جنابت خوراک نکنی، از جمعیت از خانه فقر میره. ترک و غسل الیدین عند الاکل. دیگه چیز که ما و شما خود نگاه کنیم از او ترک و غسل الیدین عند الاکل. در وقت خوراک ما و شما چیزی میخوریم، نان میخوریم، نان صبح، چاس، خفتن، باید ما و شما اول دسته خود بشویم. اگر دسته خود بشویم امی سبب از بین بردن فقر است. از جامعه ما، از خانواده ما، از خانه ما فقر از بین میبره فقط با ششتن، با دسته ششتن. امی دست ششتن خو امو ویروس و مرضا را از بین میبره، من جمله که اورها را از بین میبره فقر از بین میبره. کتابای نوشته میکنه القيام الى الفراش الى البول، القيام من الفراش الى البول عريانا. دیگه سبب که فقر را از بین میبره او است که ما و شما وقتی که غسل میریم، به تشناب میریم، به غسل کردن، باید ما و شما لچ نبریم، عریان نبریم. باید ما و شما کالا را پوشیده باشیم بریم. بعضی مردم است امی تو عریان میره به تشناب، دیگه در خانهشان فقر میآید. اهانت الکسرت من الخبز. کتابا نوشته میکنه که تو میخوای از خانه فقر از بین بره، تو باید امو خبز، امو میدگی نان باید تو اهانتش نکنی، تو را در جای خوب نگاه کنی. خب دوست ما جلال الدین از هرات با تماس شده، میبینیم که چی پرسانی میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. صدایتان بسیار بخش می آید، اگر کمک صدایتان بلند کنی. و علیکم السلام و رحمت الله. بله میشنم، مهربانی پرسانتان بکنی. چی برادر؟ چی؟ دلائل الخیرات. خب صحیح است، انشالله جواب میشه، بایدتان برنامه تر آخر تعقیب کنی. دیگه این سب اسباب است که ما و شما باید امو میدگی نان باید ما و شما اهانتش نکنیم، باید به قدر به عزت برش ببینیم. سعی کنین امو میدگی نان که از امور باید در دسترخوان نمانیم، او را باید بخوریم. فقر از خانه ما می رود. المشی قدام المشایخ. دیگه سبب که ما و شما خود را نگاه کنیم و چی است؟ پیش از علما رفتن. از علما باید پیش نبریم، از مشایخ، از پیرسیبا، از اتقیا، از اولیاء، از علما باید ما پیش نریم. از استاد، از پدر و مادر باید ما پیش نریم. دیگه امی سبب است که اگر پیش نرفتیم الله تعالی زندگی ما فقر از بین میبره. نداء الابوین به اسمها. دیگه که در خانه ما و شما فقر الله تعالی میاره و نداء الابوین به اسمهما، با پدر و مادر با نام خودشان صدا کردن. مثلا نام پدرت عبدالله است، تو برش میگی عبدالله. نام پدرت دیگه چیز باشه تو با اسمش صدا میگی. پدر جان برش نمیگی، آقا جان برش نمیگی، یک دیگه نام خوب برش نمیگی، بلکه با اسمش صدا میکنی، با نامش صدا میکنی. زندگی در الله تعالی فقر میاره. ولی اگر با لهجه خوب با یک نام بسیار شیرین با پدر و مادر صدا کردی، مادر جان، پدر جان، الله تعالی زندگیت فقر از بین میبره. غسل الیدین بالتراب والطین. بعضی کتابان میشه میکنه که باید ما شما نگاه کنیم از چی؟ از غسل الیدین بالتراب والطین. ما شستن دستا به خاک و به گل. بعضی ما شما دیده باشیم بیچاره و مستری ها هستن، گلکار هستن، اونها که چه وقت مستریگیری کلاس کنه باز دسته خود را با گل میماله، با خاک دسته خود میشویه. این در زندگی فقر میاره. باید ما و شما از این خدا اجتناب بکنیم، انشالله در زندگی ما
سیستم جور میشه. جلوس علی العتبه، در آستانه درب ششتن، این فقر را میاره. باید اونجا نبشینیم، از او خود را نگاه کنیم. دیگه سبب تجفیف الوجه بالثوب. چی وقت که ما روی ما عرق کنه یا وضو بکنیم یا غسل بکنیم، وقتی که غسل کنیم یا وضو کنیم یا عرق باشه، اما عرق خود به آستین ما خشک میکنیم یا به دامن کالا ما خشک میکنیم. این سبب فقر است در زندگی، که در زندگی فقر میاره. این کتابا نوشته میکنه. ما از بسیاری کتابا برتان جمع کردیم، از یک کتاب دیگه کتاب جمع کردیم، ما باید خلاصه آوردیم. باید ما و شما از آستین خوش کردن روی به آستین یا به دامن کالا خوش نکنیم. با یک قدیفه یا با یک روپاک با یک دیگه چیز باید خوش کنیم و اون روی خود نمالیم، با مالیدن خوش نکنیم، بلکه بانیم در روی خود تومی امو روپاک را بانیم خوش کنیم. انشالله با می عمل بکنی، الله تعالی از زندگیتان فقر از بین میبره. دیگه ترک بیت العنکبوت فی البیت. جولاگک ما شما میگه، جولاگک در هر خانه بر خود خانه جور میکنه، در هر جای، در هر بیت با خود یک خانه جور میکنه، در کنجای خانه. اینی بیت یا این خانه جولاگک باید ما شما از بین ببریم. اگر این خانه جولاگک امیت ما ماندیم، در خانه در زندگی ما فقر میآید و اگر از بین بودیم الله تعالی فقر رم از بین میبره. دیگه سبب که است تهاون بالصلات. این بسیار کلانترین سبب فقر است. سستی کردن در نماز، نماز را در نماز سست هستی، تهاون، بیخی سستی میکنی، نماز را با وقت خود نمیخوانی، پسان میخوانم و قضا میشه. امی سبب فقر است. باید تهاون به صلات ما شما نکنیم. اسراع الخروج من المسجد. دیگه سبب فقر که ماش در زندگی ما و شما فقر میآید، از مسجد زود برآمدن. کتابا نوشته میکنه وقتی که تو نماز خواندی، جماعت خلاص کردی و تو کوشش میکردی که از مسجد بیرون برای زود برای سرعت میکردی در برآمدن، در زندگیت فقر میآید. اگر ما و شما نماز را جماعت خواندیم و شیشتیم، باز از کار خواندیم، با آنکه کل مردم برای باسته که ما برایم، الله تعالی از زندگی ما فقر از بین میبره. دیگه سبب که است دعاء الشر علی الوالدین. دعای بد کردن به پدر و مادر، این سبب فقر است. اگر تو لگی هستی روزانه به پدر و مادر تو بد دعایی میکنی، اگر که پدر و مادر ظالم باشه، تو حق نداری که پدر و مادر بد دعایی بکنی. شرطی است که سعی کنیم. یک صحابی پدرش منافق بود و بچهش صحابی بود. پدرش گپ را زده بود که ما میایم به مدینه منوره و ازل را میکشیم، اعز داخل میشویم، یعنی با عزت مردم داخل میشویم، ذلیل مردم از مدینه را میکشیم. این گپی سخن بچهش نوید. بچهش صحابی بود. این شمشیر خود را کشید، در دروازه مدینه منوره ایستاد شد، میگه من نری میبینم که او داخل شو به مدینه منوره. میبینه که صبح پدرش را روان است، با پدر خود میگه توی گپ را زده بودی؟ میگه آل نرش و جرأت بکو که به مدینه منوره تو داخل شو. بازو آخر پدرش پیام روان کرد به رسول صلی الله مبارک که یک صحابیت اینجا بچه ماست استاد و مقابل ما. رسول صلی الله مبارک با بچه‌ش پیام روان کرد که بچه پدرت است. اگر در جهاد روبروی پدرت شدی و پدرت کافر بود، به مقابل تو شمشیر را کشیده بود، به مقابل مسلمانان شمشیر را کشیده بود، تو وار نکو سرش، تو شمشیر بالا نکو سر پدرت. سعی کنین. اگر میگه دیگه صحابی سرش وار میکرد، سر شمشیر بالا میکرد، تو اول منع نکن. دیگه دعای بد به پدر و مادر سبب فقر است. باید با دعای بد به پدر و مادر نکنیم. اگر دعای خیر کرده میتونیم بکنیم، این ثواب است، از زندگی ما فقر از بین میره. و اگر دعای خیر نکرده نمیتونیم، دعای بد خود نکن. دیگه سبب ترک التطهیر الاوانی. این سبب متوجه به همشیرای ما و شما میشه که اینها بسیار سست هستند. نان بخورن، امو اوانی، امو سامان، امو کاسه و دیگی که درش نان خورده باشه، چیز خورده باشه، او همی تو چتل میمانه. این سبب فقر است. باید او را زود کده بشویه، او را
پاک کنه، همین که نان خورده زود باید او را بشویه، باز بیخم بشینه. اگر زود شوشت پاک کرد امو کاسه و دیگ و چمچه، دیگه الله تعالی از خانش فقر از بین میبره. دیگه کنس البیت فی اللیل، دیگه سبب فقر در شو خانه جارو کردن. اگر عذر نبود، بغیر عذر شو خانه باید جارو نشود. اگر در شو خانه جارو کردی در زندگی فقر می آید، در خانه فقر می آید. و اگر تا ای وقت هم شو را در خانه تان در شو جارو میکردی، بعد از این نکن. ببینیم امی اسبابی که ما بیان میکنم برای شما فکر کنی که اگر فقیر باشی، غریب باشی،